میبینین که برق هم نیست دیگه، تو جنراتورها روشن هستن رو بررس کرده میرن دیگه. به اینکه پایین بریم دوستان عزیز، دو طرف بریم. این طرف گل فروشی ها رو میبینین در تصویر. این دیزاین که این موتور اول زده، اینجا خب بار اول است من میبینم، این بار اول است میبینم دوستان عزیز. دیزاین لکسس اونقدر به نظر من زیبا نیست. اینه که گل زده ایم بهتر است، اما بیگان چیزای دیگه که ما دوستان عزیز دیدیم به اون نمیرسه. یاره کلش از جانب یک نفر شاید باشن که میگن حالا دوستان پول بود و کرامش بدلتان نشست و کرامش زیبا بود واقعا. شما ایره در بخش کومنتار میشه بگوین. نگاه کنم. سلام از زان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و نهایت عزیز، آمدیم مقاله نجارای شهر کابل. میبینین که برق هم نیست دیگه، تو جنراتورها روشن هستن رو بررس کرده میرن دیگه. به اینکه پایین بریم دوستان عزیز، دو طرف بریم. این طرف گل فروشی ها رو میبینین در تصویر. اصل گل فروشی اون طرف از دوستان عزیز. ما هم بریم از اون گل فروشی ها دیدن میکنیم. اون موتورهای لکسس و لند کروزر که میبینین اونها کلش با گل زدن آورده شدن. میاره گل میزنن. یا کل دوستان موتورهای کرایی است، کرا میتنشونه به یک شو دو شو به میاد روسیا دیگه. باز گل میزنن شاید و بس دوباره با صبح میارن و استاک میکنن. یعنی گل فروشی ها کلش هم موتورهای کرایی هم دارن، یونت های فیلم برداری هم دارن، پرودکشن هم دارن، گل سازی هم دارن. 4-5 خدمات در یک جای انجام میتن. یه موتورسایکل سازی هست دوستان عزیز که در تصویر میبینین. موتورسایکل و جنراتور و این چیزا رو جور میکنن. این جنراتورها دوستان عزیز زیادترشان از 3 کیلووات به پایین هستن به خاطر کارهای منزل و خانه و این چیزا. اونقدر زیاد ضرورت نیست، مصرفشان هم باز کم است. خوب است. جوابگوی از یک دکان یا یک خانه دیگه کاملا هستن. یگان موتورسیکل ها دوستان، موتورسیکل های کلاسیک قدیمی، یگان موتورهای قدیمی یک قدر یا زیبا هستن در سرک وقتی که میرن. یک رنگ و رخ دارن که واقعا آدم لذت میبره از دیدنشان. من دوستان عزیز که کوچه پزی تیموریان که ازش زیاد گفتیم در ویدیو قلعه نجارا. و سرک مسجد حاجی چمن دوستان عزیز که ویدیوش نشر شد و دیدین دیگه. اگه ندیدین دوباره برین در این کانال، در اینجا ویدیوش هست، میتونین بیننده باشین در سرک حاجی چمن. طرفا دوستان عزیز این برگر فروشی یا نو جور شده، امید برگر و رستوران و هم شعبه 2 و طرف گلسازی ها، دوباره گل فروشی ها
موترها رو دوستان عزیز بیایید که دیزاینایش رو ببینیم، دیزاینایش شما هم ببینین، نمره بتین که کدام دیزاین زیباتر است، کدامش خوبتر است. ما میگم این دیزاین که در این موتر اول زده این خب بار اول است، من میبینم بار اول است میبینم دوستان عزیز دیزاین لکسس خب قدر به نظر من زیبا نیست. اینه که گل زده یا بهتر است، اما باقی چیزای دیگه که ما دوستان عزیز دیدیم به اون نمیرسه. یاره کلش از جانب یک نفر شاید باشن که میگیرن. حالا دوستان عزیز قسم رواج شده که 4-5 تا گدرها یا که ازم کسی که از بچه خاله و دیگرها میگیرن گل میزنن 4-5 تا را بازم پشت موتر عروس میرن. یعنی جی کلاس هم از دوستان عزیز هم زیباست. مگر دوستان عزیز نقل سرسبت به نظر من از هم کرده اینی موتر است. بنز مدلش در پشتش میشه از مال پیش رو قدر نمیشناسیم اینا را، اما به نظر من زیباتر است. بنز 300 است فکر کنم. اون طرف زیادتر دوستان عزیز کلچه فروشی ها هست. کلچه فروشی هایی که بعد از سیبریان از دیگه بزرگ کلچه فروشی برادران حیدری و همینا دیگه. این موترهای کبرید هم دوستان عزیز کرا میتن یا ارزان هم از کرایشان بسیار زیاد هم ارزان است نسبت به دیگه موترها. حالا مردم موترهای خوردم خوش میکنن، کلان هم باز زیادتر در دیزاین قسم از دوستان عزیز که یک موتر خورد میره باز موترهای کلان از پشتش میرن. اگه دوستان عزیز چند تا موتر اصلی طرف هم هست اینا رو هم ببینیم. موتر شاور لایت اگر اشتباه نکنم، البته ما این موتر رو قدر آشنایی نداریم دوستان. چک گل زره یعنی زیباست دوستان عزیز، گلش هم زیباست، موتر هم زیباست. دوستان شکر گلاس کورم میخواین گل بزنن و موترهای لکسس میاره گل زره دیگه آماده هستن بند شب. باش پیاده رو بند کرده بود دوستان عزیز بخی. دوستان عزیز در این کومنت ها بگوین که کدام از این موترها زیادتر مقبول بود و کدامش بدلتان نشست و کدامش زیبا بود واقعا. شما ایره در بخش کومنت ها میشه بگوین. یا کدام طرح خاص شما مد نظر دارین یا خوش دارین برام در کومنت ها بگوین که شاید گل فروش ها هم حتما ویدیو رو میبینن. گل سازا و گل فروش ها از ایده هایتان استفاده کنن و با مشتری های بعدیشان استفاده کنن. طرف کباب فروشی از دو طرف سرکم از دوستان زی طرف هم است 4 دانه است تقریبا 3 تا خواست. حالا کلاگک میپوشن ببینین چقدر خوبش که دود در دماغ خودشان نخورن. اینجا دوستان عزیز تیموریان است، ماهی داشی داره، ماهی داره، کلا دیگه کل چیزش دوستان عزیز مشهور است و همه ما میشناسیم، هیچ ضرورت به گفتنش نیست. تیموریان ماهی و جلبی پذیر از تابستان شریعه خواستیم دیگه دوستان عزیز، زمستان ماهی و جلبی و حلی مزه. دوستان عزیز احمد دیار پلازا که یک مرکز تجارتی هست و این طرف هم که میره طرف سرک میدان هوایی رو برای البته دوستان عزیز طرف میره هتل پروان، اما این طرف واسه میره طرف چی نام داشت سرک میدان هوایی دوستان عزیز. خوب دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانال ما سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.